خب بریم نصب آیفون الکتروپیک مدل 803 اکوی 4 اینچ. بریم الان داخل جعبه گارانتی، دفترچه راهنما، خود گوشی، وارنش، کابل رابط، سیم رابط و رابطه گوشی به مانیتور. این هم الان جعبه. این هم مدل تگ داره. این هم که باز کنیم فقط یه خورده فشار بیاریم پایین در میاد. نه 5 تا سیم داره. خب 5 تا و معمولا جای پین داره معلومه. اینجا جا میکنه پشت آیفون اینطوری. تو این ساختمان ما میخوایم سویچر هم ببندیم، پس به 4 تا سیم لازم داریم. 1 2 3 و 4. این زنگ سبزی هست مال الکتروپیک، کلا مال زنگه. اگر سویچر بستید لازم نیست زنگی ببندین، این آزاد میمونه. ولی این 4 تا دیگه رو برای تصویر صدا لازم داریم. خیلی خوب بریم برای نصبش.